برادری چند سوال داشتن. سوال اولشان آیا تراویح را تنها خوانده می شود یا خیر، به خصوص حالتی که مساجد همه بند است، حالتی مرضی کرونا که انتشار کرده. در جواب این سوالتان برادری محترم، تراویح درست است که با جماعت ادا شود و درست است که انسان تنها بخواند. هر کدام درست است. در اصل نماز تراویح تنها بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط 3 شب بیرون شدن، نماز تراویح با جماعت ادا کردن که صحابه در پشتشان استاد شدن. و در زمان ابوبکر صدیق مردم تنها نماز تراویح می‌خواندن و اولین شخصی که مردم در پشت امام خاصی جمع کرد و نماز تراویح را مرتب خواندن حضرت عمر رضی الله عنه بود. پس درست است که نماز تراویح با جماعت ادا شود و درست است که تنها هم ادا شود، در حالتی که مساجد بند است یا اینکه حتی حالتی که مسجدها هم بند نبوده باشه. البته با جماعت خواندنش اهتمامی بیشتر داره که انسان تراویح را ترک نمیکنه و اهمیت خاص میدهد. سوال دومشان، چند دقیقه پیش از شام افطار کردن لازم است؟ برادر محترم، پیش از شام نباید افطار کنی تا به وقتی که آفتاب غروب نمی کند، در جایی که غروب آفتاب واضح بوده باشه. اگر واضح نبود آنجا ساعت ها است، تایما مشخص است، باید انتظار کنی که وقت شام داخل شود بعد از او افطار کنی. سوال سومشان، آیا مایندر حکم مادر را دارد؟ برادر محترم، در حرمت بلی، یعنی حرام است که با مایندر دیگر پسر نکاح کند، یعنی در حرمت حکم مادر را دارد، اما در دیگر چیزها نه. مایندر از او میراث برده نمیشه و عین مادر در صله رحمی یا بعضی چیزهای دیگری نیست. اما اگر مایندر تنها بود و پدر وفات کرده بود، انسان صله رحمی را فراموش نکنه، در توانش چیزی بود، نفقه یا چیزهای دیگری که ضرورت داشت، همراهش کمک و همدردی بکند و اما عین مادر نباشه.